ماه فروردین هست و روزی که مردم در همین ماهی که در این ماه رفتن پای صندوق و به جمهوری اسلامی رای دادن. من در قبل از 12 فروردین یک دو جمله عرض کردم، مجدد یک سری جملاتی عرض می کنم که مردم که رفتن به پای صندوق و به جمهوری را دادن، جمهوری اسلامی، به علم این که بالاخره اسلام دین عدالت هست و دین مساوات و دین برابری، دینی که در او آزادی فوق‌العاده هست، آزادی بیان، آزادی اندیشه و دین دور اندیشی و سعی صدر هست، دین تحمل و برداشت. مردم گفتن که پای صندوقا که می روند و رای می دهند، به هر حال به نظامی رای می دهند که پایه اون نظام بر عدالت هست، استواره، بر آزادی استواره، بر مردم داری استواره، بر سیاست و دوراندیشی استواره، بر اخلاق بهترین اخلاق و مکارم اخلاقی و خلق عظیم استواره. و جمهوریت که بعد جزء سیستم و نظام هست، گفتن جمهوریت معنیش مردم سالاری هست، مردم داریه و یعنی همه کار مردم هم. جمهوریت معنی همینه، حاکم فقط و فقط نماینده مردم هست. در نظام اسلامی هم حاکم خلیفة المسلمین، امیر المؤمنین، تنها و تنها نمایندگی مردم را انجام میده و خلیفة المسلمین و امیر المؤمنین هم به انتخاب مردم، نه به انتخاب خدا. این حقی که الله تعالی به مردم داده که نسبت به سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. الله دخالت نداره. الله میگه شما هر کسی را انتخاب کرد. خلفای قبلی را هم مردم انتخاب کردن، ابوبکر هم مردم، حضرت عمر هم مردم و حضرت عثمان هم مردم، حضرت علی را هم مردم. حضرت علی در نامه که به معاویه نوشتن و استدلال کردن که همون شورای که خلفای جلو را انتخاب کرد همون من انتخاب کردن، نهج البلاغه موجود خطبه حضرت علی، گفت منم مردم انتخاب کردن همونایی که خلفای جلو. پس معنی که اینها همه مردمیه، باید روی مردم بیندیشن مسئولان، فکر کنن. الان مردم که به هر 2-3 سال است که اعتراضات داشتن، مشکل داشتن مردم و با توی صحنه آمدن، خواسته ها را مطرح کردن. چیزی که مهم اینه که باید مسئولان در کنار این مردم می شدن، حرف مردم و صدای مردم شنیده می شد و نظر مردم را می گرفتن که مردم چه می خواهند.